از اونجایی که قراره اینجا تبدیل بشه به کارگاه موقت من باید سعی کنم تا وقتی که اینجا هستم اینجا رو ارتقا بدم و بهترش کنم. همونطوری که دیدید اینجا فعلا مجهز نیست، تجهیزات خاصی نداره، ولی ما میخوایم توی ویدیوهای بعدی میز، صندلی و چیزای دیگه بسازیم با آهنایی که داریم و تمام این تجهیزاتی که کردیم برای سورپرایزی که توی ویدیوهای بعدی قراره ببینید. من برای ساخت تمام وسایلی که گفتم مثل میز و صندلی و پروژه بعدی میخوام از لوله های آب یا همون گالوانیزه استفاده کنم که دیگه الکی خرج ضد زنگ و رنگی ندم برای ضد زنگ کردنشون. حالا باید توی این پست میله ها و لوله هامون رو متر کنیم که ببینیم چند متر داریم، نقشه میزمون هم بریزیم که ببینیم چه جوری باید بسازیمش. حالا دونه دونه میریم سراغ متر کردن لوله هامون. 63 44 88 1 متر 1 متر و 4 سانت 94 سانت 67 سانت 53 سانت. من همینطوری که داشتم لوله های خورده رو متر می‌کردم اومدم دیدم اینجا هم یه لوله 3 متری فیکس داریم. خواستیم طرح اولیه میزو بریزیم که دیدیم 4 تا از لوله ها شانسی 90 و هم اندازه همن. این 4 تا لوله رو گذاشتیم برای پایه میز. این چند تا هم به همون اندازه برش میزنیم برای مکعب روی میز که سطح میز میشه. ویدیو رو لایک کن، چنل رو ساب کن، اگه کامنت بذاری ممنون میشم. ویدیو بعدی رو از دست نده که میخوایم سورپرایز رو توی اون بگیم.